4 تا کاسبی که درآمد ماهانه مثبت 200 میلیون تومان بهتون میده. اولیش الکتریکی یه شغلیه که همیشه از دلار جلوتره و فروشش عمده است به سازنده ها و اینا پولای خیلی خوبی در میارن اگه یه ذره روابط عمومی خوب داشته باشن و به روز باشه متریالشون. دومیش لوازم یدکی، مخصوصا خودروهای چینی. الان توی بازار خودروهای چینی چند ماه کار میکنن، یه مشکلاتی براشون پیش میاد، حتی لوازم یدکیشون رو نمایندگی نداره. اگر بتونید لوازم یدکی اینا رو جور بکنید که میتونید، به راحتی میتونید پول خوب با درصد حاشیه سود بالا به دست بیارید. سومیش لباس زیر زنونه، حاشیه سود بالای 100% داره و خوبیش اینه که زود میخرن، هم خانوما میخرن هم آقایون برای خانوماشون میخرن. و چهارمیش حیوانات خانگی و پت. الان در کشور ما چون آدم‌ها نمیتونن با هم بسازن، با سگ‌ها میسازن. بسیار نگهداری حیوانات خانگی فرهنگش در کشور ما زیاد شده. سرویس دادن و خدمات دادن به افرادی که پت دارن بسیار سودآوره.